سلام به شما هموطنای باصفا و بامرام. آقا این نظام ولایتی که من میبینم آمپر چسبونده بدجور. یعنی وضعیت ته دیگه کار به جایی رسیده که اصلا دیگه نیازی به تحلیل نیست، دو طرف از رو بستن. ببینید شیخ فرید چی داره میگه. تنور انتخابات روشن شد. روحانی بعد مستقیم رفت سراغ موضوع تایید یا رد صلاحیت نامزدها. کسی که باید بگوید صالح هست یا نیست این هیئت‌های اجرایی هستند. شورای محترم نگهبان ناظر، مجری نیست، مجری دولته. ملاحظه میکنید چجوری جواب حرفای جنتی رو میده؟ راست وایساده میگه شورای نگهبان بی شورای نگهبان. میگه آج سیدعلی هجمونی رو رد کن بیاد که ول مطلی. تازه شیخ فرید تو این سخنرانی حرفای درشتری هم زده که تیبیریش اونا رو درز گرفت. ببینید به شورای نگهبان چی گفته. مگر می شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کردم که می توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؟ این گونه نیست. بفرمایید. اینم از آخر عاقبت نظام ولایت که رئیس جمهورش به شورای نگهبانش میگه خم رنگرزی. این تازه یکی از لنگ و لگدای شیخ فرید به علی گدا بود. ببینید به مسجدایی که دکون باند خامنه‌ای شدن چی میگه. اگر خدای ناکرده در مسجدی دیدید که از او بوی وحدت به مشام نمی رسد و یا خدای ناکرده به عکس بوی تفرقه به مشام می رسد، اون دیگر اسس علی التقوا نخواهد بود. اون دیگر چیزی شبه مسجد زراری خواهد بود که فرمود مسجد زرار مسجد تفریق میان مؤمنین و ارصاد لمن حارب الله و رسوله هست. حالا این ساقی زر به دست نظام همه این حرفا رو برای چی زد؟ جوابو از زبون خودش بشنوید. رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد برای ادامه مسیر در شرایط پساتحریم باید با حفظ انسجام ملی به دنبال رونق تولید و تقویت راهبرد اقتصاد مقاومتی باشیم. رئیس جمهور با اشاره به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان بر حضور حداکثری مردم تاکید کرد و افزود باید پیروزی‌ها را ادامه داد. بله، همه این کشمکشا بر سر انتخابات آینده و هژمونی نظامه. حالا ممکنه یکی از موشکا بپرسه آقا این شیخ فرید پوشتش به چی گرمه که اینجوری شلنگ تخته میندازه و دم و دستگاه علی گدا رو به هم میزنه؟ جوابش یک کلمه است: جام زهر. پشت شیخ فرید به زهر اتمی گرمه و به شاخ شکسته ولایت. تازه الان دنبال زهرهای همه جانبه و پی در پی هم هست. آقای روحانی افزود توافق هسته‌ای آغازی برای پیروزی‌های همه جانبه و پی در پی است. از اون طرف ولی فقیه هم بیکار ننشسته و از ترس برباد رفتن عمامش دست به کار شده تا به زور چماق و کیهان و باقی جک جونوراش دم به کوسه و شیخ فرید رو بچینه و جاپای خودش رو چیکار کنه؟ صفر کنه. برخلاف اظهارات رئیس جمهور درباره دوره اول مجلس شورای اسلامی، این دوره نیز بدون نظارت تشکیل نشده بود. اگرچه در آن زمان هنوز نهاد شورای نگهبان شکل نگرفته بود، اما اعضای شورای انقلاب که منسوبین حضرت امام بودند بر چگونگی و روند برگزاری آن انتخابات نظارت داشتند. کیهان شریعت ندار علاوه بر این تیغ کشی‌ها یه حرف دیگه هم زده که این یکی از اوناست که داد جماعت جام زهری رو در میاره.
حرف اینه که بعد از اون همه تند باش و زود باش، حالا که زهر از گلوی عظما پایین رفته، نه تنها هیچ خبری از گشایش نیست، بلکه وضعیت انفجاری تر هم شده است. روزنامه حکومتی هفت صبح می نویسد: واقعیت این است که در حوزه اقتصاد با وجود سپری شدن 34 روز از توافق، به جز اخبار نوید بخش برای آینده نچندان دور، هیچ اتفاق مهمی رخ نداده است. در حوزه اجتماع، بخشی از طبقه متوسط هنوز با خبرهای خروج از انزوای بین المللی در حال معاشقه هستند. اما بخش‌های فرودست با بدبینی به اتفاقات سیاسی و اقتصادی نگاه می‌کنند. صبوری آنها کمتر از طبقه متوسط است. ملاحظه میکنید دوستان؟ میبینید این گرگ دعوا تو نظام چطور شکاف باز میکنه و هوای ولایت رو پاره پوره میکنه؟ میگه بابا هرچی شقفری رشته بود داره پنبه میشه، هرچی گفته بود باد هوا بود، شمارش معکوس شروع شده، صبر ملت تموم شده. حالا ببینید آینده رو چطوری تصویر میکنه. اگر بهبودی اقتصادی در آینده‌ای نچندان دور حاصل نشود، آخرین بارقه های اعتماد این طبقه به دولت و ثمره های توافق از بین خواهد رفت. اگر دولت موجی از ثمرات ملموس توافق هسته‌ای برای این گروه پرشمار از مردم کشورمان تدارک نبیند، ممکن است با یک موج سهمگین از افکار عمومی مواجه شود که حتی انتخابات مجلس در اسفند ماه را هم تهدید کند. میگه شیخ بری چه تهی انتخابات میکنی؟ بابا اینجوری که داریم پیش میریم فردامون معلوم نیست، چه برسه به اسفند ماه و انتخابات. بله دوستان، قطر بنبست خیلی بیشتر از این حرف هست. هیچ راهی واسه هیچ کدوم از باندای آشلاش این نظام باقی نمونده. حالا ماییم و راه روشنی که باید تا آخرش بریم. زد زیاد. موشکار